به نام خدا. سلام رفقا، خوش اومدید به کانال آموزش آباد. دیما هستید. فردا امتحان نوبت اول ریاضی 11 انسانی رو دارید و میخواید ببینید واسه فردا آماده هستید یا نه. این ویدیو مخصوص شماست. بچه ها با سطح سوال آشنا میشید، سریع سوالای امتحانتون رو حل میکنید، با سوالات پرتکرار و 100% که قرارتون امتحان بیاد آشنا میشید. مطمئنم وقتتون رو هدر نمیدید، خیلی چیزا رو داخل همین ویدیو یاد میگیرید و قول میدم خیلی به نمرتون کمک کنه رفقا. اینم بارون بندی امتحانتون که ببینید بچه ها تا صفحه چند کتابتون قرار سوال بیاد و واسه امتحان فردا آماده بشید. قول میدم که وقتتون هدر نره، پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. بدون معطلی بریم سراغ امتحان. سوال 1 میگه تعیین نمایید کدام یک از جملات زیر گزاره است و ارزش آن را مشخص کنید. اولی میگه امروز چه روز خوبی است. بچه‌ها گزاره ببینیم چیه. گزاره یه جمله خبریه، 100% باید خبری باشه، یا دقیقاً درست باشه یا دقیقاً نادرست باشه. پس باید این سه تا شرایط رو داشته باشه، یه خبری که 100% باید باشه، یا دقیقاً درست و یا دقیقاً نادرست باشه. مثلا میگه امروز چه روز خوبی است. بچه‌ها امروز چه روز خوبی است یه جمله عاطفیه. شاید از نظر تو امروز خوب باشه، شاید از نظر من بد باشه، پس این جمله اصلا گزاره نیست. عدد 2 زوج است و 6 عددی اول است. بچه‌ها یه دونه جمله خبری میگه عدد 2 زوجه، 6 هم عدد اوله. خب جمله خبریه. حالا من کاری ندارم دقیقاً درسته و یا دقیقاً نادرسته، اون آخرش تعیین میکنیم. فعلا میخوایم ببینیم کدوم گزاره است. میگه عدد 2 زوجه و 6 عددی اوله، پس کاملا صحیحه، این یه گزاره هستش. میگه بیرجند یک استان ایرانه. بچه ها بیرجند میگه یک استان ایرانه، جمله خبریه. آقا میگه آره بیرجند یه استان ایرانه، همین خبری، یعنی داره یه چیزو به ما اطلاع میده، یه چیزو به ما تقریبا یاد میده. به این جمله میگم جمله خبری. حالا من کاری ندارم بیرجند استانه یا شهره، فعلا میگم آقا این یه گزاره است. میگه 3 عدد خیلی کوچیکیه. بچه 3 عدد خیلی کوچیکیه جمله خبریه، ولی نگاه کنید وقتی یه همچین جمله میبینیم میگه 3 عدد خیلی کوچیکه، ما ملاک خاصی واسه عدد نداریم که بگیم کوچیکه. اصلا 3 نسبت به چه عددی کوچیکه؟ ببینید اینجاست که کلمه دقیقاً وقتی اینجا داریم میگیم دقیقاً یا درست باشه یا دقیقاً نادرست. ما هنوز نمیدونیم این دقیقاً درسته یا دقیقاً نادرسته، چون نگفته 3 نسبت به چه عددی کوچیکه و این جمله واسه ما نامفهومه. پس گزاره نیست چون کلمه دقیقاً توش رعایت نشده. میگه اگر تمام داده ها برابر باشند آنگاه دامن تغییرات آن 0 است. کاملا درسته، جمله خبری هستش بچه های، کاملا درسته و گزاره هستش. جمله سوالیه، دقیقاً یا درسته یا دقیقاً نادرسته که اونو الان میان بررسیش میکنیم. میگه آیا تو بزرگ هستی. جمله سوالیه. آقا جمله سوالی بود، امری بود، عاطفی بود، گزاره نیستش. این جمله عاطفی، امروز چه روز خوبی است. این جمله سوالی، آیا تو بزرگ هستی، فردا میای، پس فردا به اونجا میری. اینا همه سوالی هن. یا جمله امری باشه، فردا بلند میشی میای، نمیدونم فردا باید در اینجا حضور داشته باشی. این جمله امریه، اینم گزاره نیست. باید جمله خبری باشه، یا دقیقاً درست باشه و یا دقیقاً نادرست. در ادامه سوال ببینید نوشته ارزش آن را مشخص کنید. اگه فهمیدیم یه جمله گزاره هست یا نه، اونی که گزاره نیستش که اصلا گزاره نیست، ولی اگه گزاره باشه باید یه ارزشی داشته باشه. من گفتم اگه جمله خبری باشه و دقیقاً درست باشه و یا دقیقاً نادرست، اون گزاره است. حالا وقتی میگه ارزش، باید تعیین کنیم این گزاره ما که یه جمله خبریه دقیقاً درسته یا دقیقاً نادرسته. اونو باید مشخص کنیم که از داخل جمله ما اینو در میاریم. مثلا چجوری؟ اینجا میگه عدد 2 زوجه، درسته، 6 هم عدد اوله، درسته. می عدد 2 زوجه درسته، ولی بچه ها 6 عدد اوله؟ نه، 6 عدد اول نیست. پس ارزش این گزاره نادرست هستش چون 6 عدد اول نیست. بیرجند یک استان ایران است، گفتیم گزاره است، ولی بچه ها واقعا بیرجند یک استان از ایرانه؟ نه. پس این گزاره است ولی ارزش گزاره نادرست هستش. اگر تمام دادا برابر باشن آنگاه دامن تغییرات آن 0 است.
بچه گزاره است، ارزشش داره راست میگه؟ جمله درسته؟ آره. اگه تمام با دادا برابر باشه دامنه تغییراتش صفره. دامنه تغییرات چیه؟ شما باید بزرگترین داده رو منهای کوچکترین داده کنی. فکر کن همه دادا 2 باشه، 2 رو منهای 2 کنی میشه 0. پس ارزشش درسته. یعنی هم گزاره است هم ارزشش درسته. بالایی یا گزاره بودن ولی ارزششون نادرست بودن، یعنی جمله اشتباه بود ولی گزاره بود. سوال دوم یه نمره داره، بریم 30 ثانیه‌ای حلش کنیم. نقیض هر گزاره رو بنویسید و ارزشش رو تعیین کنید. ببینید هر گزاره رو میتونیم نقیضش رو بنویسیم. چجوری؟ خیلی ساده، اصلا کاری نداریم با هیچی. میگه 3 عددی فرد نیست. کلمه نیست رو میکنیم است، میشه چی؟ میشه 3 عددی فرد است. متوجه شدید؟ نیاید بکنید 3 عددی زوج نیست. نیستشو میکنید است، توی سوالی است بود میکنید نیست. میشه نقیض، یعنی برعکس کردن تقریبا. نقیض کردن گزاره اینجوری: 3 عددی فرد نیست، 3 عددی فرد است. یا اینجا میانگین اعداد 1 2 3 4 برابر 2.5 میباشد. اصلا من با سوال کاری ندارم که. میانگین می نویسم میانگین اعداد 1 2 3 4 برابر 2.5 نمی باشد. یا میتونم بنویسم چنین نیست که میانگین اعداد 1 2 3 4 برابر 2.5 باشد. متوجه شدید؟ این دوتا حالت رو واسه باشدها میتونیم بنویسیم و اونی که الان گفتم بهتره. یعنی این که مثلا بیاد بنویسید اینطوری بنویسید: چنین نیست که میانگین اعداد فلان 2.5 باشد. ببینید می باشد شد چنین نیست که فلان باشد. ما اینجوری نقیضش میکنیم. همین. حالا وقتی میگه ارزشش رو تعیین کنید، من اصلا کاری با ارزش اولیش ندارم. الان شد چی؟ الان شد 3 عددی فرد است. ارزشش درسته؟ بله. قبلا نادرست بود، الان ارزشش درست شد. نقیض کردن اینجوری: نیست رو میکنید است، توی سوالی است بود میکنید نیست. می باشد رو میکنید باشد، نمی باشد، نمی باشد بود میکنید می باشد. حالا میانگین اعداد 1 2 3 4 1 و 2 میشه 3 با 3 6 با این 10. 10 تقسیم بر 4 میشه 2.5. پس ارزشش درست بوده ولی الان که نقیضش کردیم و اینجوری شده ارزشش نادرست شده. و ببینید وقتی میخواید ارزشش رو تعیین کنید، ارزش بعد نقیض کردنش رو حتما باید تعیین کنید. سوال سوم یکی از سوالای خیلی مهم. میگه اگر Q و نقیض P گزاره های نادرست و R گزاره دلخواه باشد، ارزش گزاره های زیر را تعیین کنید. بچه ها ترکیبی از ترکیب های عطفی، ترکیب های فصلی رو داریم و بچه ها گزاره های شرطی و دو شرطی رو ما اینجا داریم که بریم کامل بررسیش کنیم. یه دونه از اینا 70-80% احتمال داره حتما توی امتحانتون بیاد، حالا به شکل های دیگه. بچه ها این P'ه، اینم Q'ه. این ترکیب وسطشون چیه رفقا؟ اگر بینشون یه دونه از این 7 ماننده اومد یعنی ترکیب فصلی هستش. ترکیب فصلی یه دونش درست باشه کلن میشه درست. اگر یه دونه از این 8 ماننده مثل این وسطشون اومد میشه ترکیب عطفی. یه دونه نادرست توش باشه کلن میشه نادرست. یاد گرفتید؟ حالا دو شرطی و شرطی رو هم با هم بررسیش میکنیم. نگاه کنید بچه ها، این P'ه. میگه اگر Q و نقیض P، ببینید خود P درسته، نقیض P میشه نادرست. اینجا Q هم جزو نادرست ها میشه. خب اینا با هم ترکیب فصلی میشن. ترکیب فصلی یه دونش هم درست باشه کلن میشه درست. اوکی؟ خب پس الان اگر نقیض P نادرست بود خود P میشه چی؟ خود P میشه درست. پس چون یه دونه ازش هم درسته کل این پرانتز میشه درست که با تی نشونش میدیم یعنی true. حالا یه نقیض پشتش میاد و این درست رو کلن میزن اشتباه میکنه. پس این وره در واقع ترکیب دو شرطی شد فالس که به معنی غلط هستش و ارزشش شد نادرست. حالا بریم بعد این سمتش رو تکمیل کنیم. نگاه کنید رفقا، اینجا چطوری ما نگاه میکنیم؟ اینجا نقیض P رو داریم، درسته؟ نقیض P نادرسته. Q هم چیه رفقا؟
نادرسته، هم کیو و هم نقیض پی. حالا ترکیب فصلی شده. ترکیب فصلی یه دونش درست باشه کلا میشه درست، ولی میبینیم که حتی یه دونش هم درست نیست. پس کل این پرانتز میشه فالس یا نادرست. ترکیب دو شرطی شرطش چیه رفقا؟ ترکیب دو شرطی ببینید دو تا فلش زده، اگر هر سمت دو تا فلش یکی بودن ارزشش کلا میشه درست، یعنی جفتش نادرست بودن هم میشه درست، جفتش درست بودن هم میشه درست، ولی اگه یکی نادرست باشه و یکی درست اون موقع کلا معادله به هم میریزه و کلش میشه نادرست. اما الان اینجا هم اینوری شده فالس هم اینوری شده فالس و یعنی جفتشون شده غلط، پس ارزش کلیش درسته و ما یه دونه تی بزرگ اینجا واسه الف میذاریم که یعنی ارزشش جزء ارزش‌های درسته. حالا اینجا باز قضیه فرق میکنه، اینجا پی رو داریم ارزشش در واقع گزاره یک شرطی با آر، اینجا آر رو گفته گزاره دلخواه باشه، یعنی اگر دوست داشتی درست، اگه دوست نداشتی نادرست. منظور این که دوست داشتی و در واقع دوست نداشتی نیست. الان دقت کنید متوجه میشید منظور من چیه. گزاره یک شرطی در همه حالتها درسته بجز یک حالت، زمانی که پی درست باشه و کیو ببینید اون ته فلش درست باشه و سر فلش که میرسه نادرست باشه، در اون زمان فقط نادرسته وگرنه در تمام حالتها درسته. الان اینجا نقیض پی نادرست بود، خود پی میشه درست، پس این میشه درست. گزاره یک شرطی با آر که نمیدونیم درسته یا نادرست. خب من اینو نمیدونم که آقا این آر من جزو گزارهای درسته یا نادرست. خب یه بار درست تعیینش میکنم و یک بار نادرست و این یک جواب قطعی نداره. من یک بار میگم درست میشه. خب اگر این درست باشه این پرانتز میشه درست و ترکیب عطفی با کیو. حالا ترکیب عطفی با کیو به چه معنی میشه؟ ولی بچه‌ها جلوتر که میرسیم یه چیزی اینجا میبینیم، نگاه کنید اینجا یه ترکیب عطفی میبینیم، درسته؟ ترکیب عطفی یه دونم توش نادرست باشه کلن میشه نادرست. الان این پرانتز چه درست باشه چه نادرست باشه اصلا مهم نیست، چون به کیو میرسه که خود سوال گفته کیو نادرسته و ترکیب عطفی یه دونم نادرست توش باشه کلن میشه نادرست. پس چه این آر درست باشه چه نادرست باشه کل عبارت میشه نادرست چون ترکیب عطفی توش بوده. ولی اگر این کیو درست میشد اون موقع سوال ما در واقع بی ما به آر بستگی داشت و باید میگفتیم آقا اگه آر درست بود این اینجوری میشد، اگر آر نادرست بود این اینجوری میشد. به همین سادگی این دوتا رو واسهتون حل کردیم. سوال شماره 4 میگه ارزش گزاره های زیر را تعیین کنید، ولی این دفعه به شکل جمله‌ای و این قبل نیست، ولی بازم خیلی سوال مهمیه. میگه 5/2 عددی فرد است و آ به توان 2 عددی نامنفی است. اینا جفتش گزارن ولی به صورت ترکیبی چون بینشون و اومده. هر وقت بین دو تا گزاره بچه‌ها تو جمله و اومد ما متوجه میشیم که ترکیب عطفی هستش و اینم علامت ترکیب عطفی هستش. قانون ترکیب عطفی چی بود؟ یه دونش هم نادرست باشه کل گزاره میشه نادرست. خب میگیم 5/2 عددی فرده، 5 تا 25 تا. بله پس این درسته یا ترو، یا میتونید اصلا با د درست رو نشون بدید و با نو نادرست رو نشون بدید، هیچ فرقی نداره. و آ به توان 2 عددی نامنفی است. بچه آ به توان 2 عددی نامنفیه؟ بله، هر عددی حتی منفی هم به توان 2 برسه مثبت میشه، مثبت هم که به توان 2 برسه مثبت میشه. پس اینم کاملا درسته، درست و درست، چون یه دونه هم داخلش نادرست نیست کل گزاره ارزشش میشه درست. حالا اینجا میگه 90/3 یا 5 بخش پذیر. ببینید منظور از این چیه؟ میگه 90/3 بخش پذیر است یا 90/5 بخش پذیر است. حالا اومده جمله رو خلاصه طوری نوشته. بین این دوتا گزاره یه دونه یا میبینیم. وقتی یا دیدید یعنی ترکیب فصلیه یا همون ترکیب هفتیه، عدد اینجوری علامت هفت مانند بینشون است. قانون ترکیب فصلی چی بود دوستان؟ قانونش این بود که یه دونش هم درست باشه. خب وقتی یا بیاد یعنی ترکیب فصلی، یه دونه از گزاره ها هم درست باشه کل گزاره میشه درست. خب بچه‌ها 90/3 بخش پذیره دیگه، به بعدیش نگاه نمی‌کنیم که کلا می‌نویسیم درست یا ترو.
جمله سوم میگه اگر 7 زوج باشد آنگاه عدد پی گویا است. ببینید اگر 7 زوج باشد آنگاه عدد پی گویا هست. وقتی آنگاه میاد یاد چی میافتیم رفقا؟ گزاره یک شرطی که ما چی داشتیم؟ پی آنگاه کیو رو داشتیم. پی آنگاه کیو گزاره یک شرطی بود. گزاره یک شرطی فقط یک زمان نادرست بود و بقیه حالتها درست بود. زمانی که اولی یعنی پی، مثلا اینجا اگر 7 زوج باشد پی ماست، چون داره میره به سمت عدد پی گویا است. این آنگاه هم به معنی ترکیب یک شرطیه، گزاره یک شرطیه. خب اینجا ما چی میگفتیم رفقا؟ اگر اولی درست باشه دومی نادرست، یعنی این درست دومی نادرست، فقط اون زمان بود که ترکیب یک شرطی میشه نادرست. اوکی؟ در بقیه حالتها ببخشید، در بقیه حالتها کلا درسته. خب 7 زوجه بچه ها، 7 غلطه، 7 نادرسته. چون اولی نادرست شد دیگه نگاه نمی کنم که به دومی. اگه اولی درست بود به دومی نگاه میکنم. اگه الان که اولی نادرست شد اصلا هیچ اهمیتی نداره، من کلشو میزنم درست. تموم شد و رفت. حالا آخری بچه ها میگه اگر 3 فرد نباشد آنگاه 12 مربع کامل است و برعکس. وقتی آنگاه رو داشتیم آخرش هم برعکس رو داشتیم، من یاد چی میفتم؟ یاد ترکیب دو شرطی، دو فعلش هم داشت. ترکیب دو شرطی زمانی بچه ها درسته که یا جفتش غلط باشن یا جفتش درست، یعنی هم ارز باشن با هم. خب ببینیم میگه اگر 3 فرد نباشد، یعنی به قولی میگه 3 فرد نیست. خب این نادرسته یا به قولی فالسه. آنگاه 12 مربع کامل است. خب 12 مربع کامل است هم غلطه، یعنی فالسه، چون 12 مربع کامل است. مربع کامل یعنی چی؟ مثل 25 که 25 اگر تو رادیکال بذاریم میشه 5 تا میشه 25 تا، 6 تا میشه 36 تا، ولی چند تا میشه 12 تا نداریم. 3 4 تا میشه 12 تا که 3 و 4 که عین هم نیستن، فرق دارن با هم. پس بچه الان اینجا جفتشون چون نادرست شد، جفتشون ارزشش یکی شد، کل عبارت میشه درست. تمام شد و رفت. سوال پنجم یکی از پرتکرارترین سوالاست توی امتحان ترم اول 11 انسانیتون. میگه گزارایزی را با نماد ریاضی بنویسید 4 برابر عددی به اضافه 5 معکوس خودش است. عددی، چه عددی نمیدونم، میشه x در نظر میگیرم. 4 برابر x میشه 4x، یعنی 4 ضرب در x. 4x به اضافه 5 معکوس خودش است یا برابر معکوس خودش است، یعنی مساوی معکوس خودش. x اون خودش همون عدد است دیگه. معکوس x میشه چند بچه؟ x همون x1 رو میتونیم بنویسیم، یعنی x تقسیم بر 1. معکوسش یعنی صورت و مخرج رو جاش عوض کن که میشه 1x. تموم شد و رفت. 4 برابر عددی به اضافه 5 برابر با معکوس خودش است. مجموع معکوس های دو عدد بزرگتر یا مساوی مجموع آن دو عدد است. مجموع معکوس های دو عدد رو ما نمیدونیم چنده، پس یکشو میگیریم x، یکشو میگیریم y. دو عددی که با هم فرق دارن دیگه، نمیتونیم جفتشو بگیریم x، اون موقع یک عدد میشه. مجموع معکوس های دو عدد x و y معکوسشون میشه 1x و 1y دیگه. مجموعشون یعنی اینا رو به اضافه هم بکنی بزرگتر یا مساوی. ببینید مساوی نیست، بزرگتر یا مساوی، یعنی بزرگتر یا مساوی. این علامت یا مساویه، یا به قولیم اینو ما بزرگتر مساوی میخونیم. بزرگتر مساوی مجموع آن دو عدد است دیگه. مجموع معکوسش نه، مجموعشون یعنی x به اضافه y. مجموع معکوس های دو عدد بزرگتر مساوی مجموع آن دو عدد است. تموم شد و رفت. جذر عددی کوچکتر از مجموع مربع آن عدد با مکعب معکوس آن عدد است. اینو از خودم در آوردم که راحت یاد بگیرید همه رو. جذر یعنی همون عدد ببر زیر رادیکال، عددی همون x، پس یعنی رادیکال x. نکن ما اینجا اینو میگیریم رادیکال x کوچکتر از. کوچکتر وقتی میگه این دهانه بازو به سمت برعکسش باز میکنیم که رادیکال x کوچکتر نمایان کنه. مجموع مربع آن عدد
مربع آن عدد یعنی همون عدد به توان 2 به اضافه، چرا؟ چون مجموع گفته، با مکعب معکوس آن عدد است. معکوس آن عدد که x باشه معکوسش میشه 1x و مکعب یعنی همونو به توان 3 برسون. پس مربع شد همون به توان 2، مکعب شد همونو به توان 3 برسون. پس میگیم چی رفقا؟ میشیم 1x کامل به توان 3. چرا؟ گفته بود اول معکوسش کن بعد مکعبش کن. از اول میخونم. جذر عددی همون عدد در رادیکال کوچکتر از مجموع یعنی به اضافه شدن این دوتا عدد، مربع آن عدد یعنی اون عدد به توان 2 با مکعب معکوس آن عدد است. به همین سادگی اینا رو به نماد ریاضی نوشیم. یکی از مهمترین سوالا هستش رفقا. سوال ششم 1.5 نمره داره رفقا و میگه جدول هم‌ارزی را کامل کنید. شما جدول هم‌ارزی رو توی در واقع فصل اول کامل باید بلد باشید و در واقع توی کلاس و یا توی آموزش هایی که من از کلاس 11 دادم حتما باید یاد بگیرید، چون یه دونه جدول هم‌ارزی 70-80% احتمال داره تو امتحانتون بیاد. جدول هم‌ارزی رو کامل کنید. یه دونه P داریم، یه دونه Q همیشه اول جدول ما داریم. واسه P یعنی گزاره اولمون ما 2 تا درست میدیم 2 تا نادرست. واسه Q یه درست یه نادرست یه درست یه نادرست. اینو باید حفظ کنید. بقیه رو با اون اطلاعاتی که دارید و با اون چیزهایی که یاد گرفتید میتونید کامل کنید. پس P شد درست درست نادرست نادرست، Q شد درست نادرست درست نادرست، یکی در میون 2 تا 2 تا. خب حالا میگه نقیض P. من برمیگردم به P، میگم آقا هر چی اینجا درست بود نادرستش کن، هر چی نادرست بود درستش کن. وقتی پشتش علامت نقیض میاد اینو برعکسش کن، میشه نادرست نادرست درست درست. P یک شرطی با Q. قانون گزاره شرطی چی بود؟ قانونش این بود که اگه P درست باشه Q نادرست، فقط تو اون حالت میشه نادرست، بقیه حالت‌ها درسته که اونم اینه درست نادرست. فقط این میشه نادرست و بقیهش میشن درست. P دو شرطی با Q چه زمانی درسته رفقا؟ گزاره دو شرطی زمانی که برابر باشن، هم ارز باشن، یعنی 2 تا درسته میشه درست، 2 تا نادرسته میشه درست، یعنی جفتشون هم ارز باشن با هم. اگه اون درست اونم درست باشه، اگه اون نادرست اونم نادرست باشه. ولی اگه یکی درست یکی نادرست باشه اینا هم نادرست میشن رفقا. حالا میگه نقیض P با Q چه ترکیبیه؟ ترکیب فصلیه، ولی Q با نقیض P نه با خود P. ببینید نقیض P رو به خاطر همین نوشتیم. قانونش چی بود؟ قانونش این بود که توی ترکیب فصلی یه دونه از گزارا درست باشه کلا درست میشه. پس این یه دونه درست داره، نگاه کنید این دوتا دیگه، این دوتا با هم میخوان ترکیب فصلی بشن. یه دونه درست داره میشه درست، درست نداره یه دونم درست داره میشه درست، یه دونم درست داره میشه درست. فقط این که جفتش نادرست بود میشه نادرست. به همین سادگی 2 دقیقه‌ای ما جدول هم‌ارزی رو کاملش کردیم. یه سوال نمره بالا میگه درستی هم‌ارزی مقابل را در جدول هم‌ارزی نشان دهید. همون اول یه جدول هم‌ارزی رسم کنیم. یه P داریم یه Q، درسته؟ یه P داریم یه Q، درسته؟ به P یه درست یه درست یه نادرست یه نادرست میدیم، به Q یه درست یه نادرست یه درست یه نادرست میدیم. این حفظیه، یعنی این رو شما همیشه پیشفرض و به قولی دیفالت باید داشته باشید که P و Q رو بدید. آیا P نقیض داره؟ نه، ولی Q نقیض داره. پس به Q یه دونه هم نقیض میدیم، یعنی میگیم نقیض Q و اون هم مینویسیم. هر چی تو Q بود برعکسش رو مینویسیم، یعنی درست بود مینویسیم نادرست، نادرست بود مینویسیم درست. خب حالا دیگه اینجا چیا داریم؟ یه دونه P ترکیب عطفی با نقیض Q رو داریم، اونو می نویسیم. نگاه کنید میگیم P ترکیب عطفی با نقیض Q. یه دونم این ور چی داریم؟ یه دونم این ور P گزاره یک شرطی با Q رو داریم و در آخر کلیت این رو ترکیب عطفی داریم، یعنی اینو کلش رو باید بنویسیم ببینیم آقا کلش هم ارز با true، یعنی کلش آیا ارزشش درسته. اینم علامت هم ارزیه که هم ارزی رو بهتون گفتم یعنی چی. الان P مثلا یه گزاره درست باشه، Q هم یه گزاره درست باشه، اینا با هم ارزن. اگه P نادرست باشه Q نادرست باشه بازم با هم ارزن. می نویسیم P علامت عطفی با نقیض Q، حالا کلش علامت عطفی با گزاره یک شرطی Q.
و حالا همه اینا رو الان ما سریع و سریع میریم که در واقع به دستش بیاریم. خب ما اینجا پی رو داریم، میخواد ترکیب عطفی بشه با نقیض کیو، درسته؟ یعنی این پی با این نقیض کیو. خب یه دونم نادرست داشته باشه تو ترکیب عطفی کلا میشه نادرست. پس ما میام نگاه میکنیم یه دونه نادرست داره میشه نادرست، اصلا نادرست نداره میشه درست، دوتاش هم نادرست میشه نادرست، یه دونه هم نادرست داشته باشه میشه نادرست. خب حالا پی یک شرطی با خود کیو، یعنی پی یک شرطی با خود کیو که اگه اولی درست باشه دومی نادرست، فقط اون زمان نادرسته که اینجاست، فقط پی درسته کیو نادرست، در بقیه حالت ها درسته. حالا این بخش با این بخش هر کدوم یه پرانتز جدا شدن و بینشون علامت عطفی هستش. علامت عطفی چی میگه؟ علامت عطفی میگه یه دونش هم درست باشه کلش درست میشه. الان اینجا یه دونش درست کلش درست، یه دونش درست کلش درست، یه دونش درست کلش درست، یه دونش درست کلش درست. بچه ها همش شد درست. گزاره true یعنی تی هم همش درسته دیگه، چهارتاش هم درسته. پس اینها با هم ارزن. من در جدول اومدم و نشونش دادم. سوال 8 نمره زیادی نداره، بر اساس استدلال ریاضی بود، آخرین درس فصل اول ریاضی 11 تو یه نمره داره. بچه ها میگه جای خالی رو بر اساس قیاس استثنایی کامل کنید، آخرش هم بگید آیا استدلالش درسته یا نه. میگه اگر حاصل ضرب دو عدد صفر شود آنگاه حداقل یکی از آن دو عدد برابر صفر است و در مقدمه دو هم اومده یه همچین چیزی آورده. ببینید قیاس استثنایی چطور بود؟ دو تا مقدمه داشت، میگفت پی آنگاه کیو اگر در مقدمه دومش پ بیاد آنگاه جوابش کیوه. خب ما اینو داشتیم، اینجا هم همینه. نگاه کنید ما میگیم اگر حاصل ضرب دو عدد صفر شود، خب دو تا عدد آنگاه حداقل یکی از آن دو عدد برابر صفر است. بعد تو مقدمه دومش چی آورده که حاصل دو تا عدد که یکیش x به اضافه 2، مثلا اگر x2 باشه x به اضافه 2 میشه 4 دیگه. میگه حاصل ضرب این دو تا عدد شده صفر، یعنی در واقع همون اولی آورده، همون پی رو آورده. چون پی رو آورده ما میفهمیم قیاس استثنایی که دو تا پی پایین هم اومده، بنابراین جواب ما باید کیو باشه و این کیو باید بر اساس مقدمه دوم، یعنی گرفته شده از مقدمه دوم باشه. یعنی چی؟ میگه حداقل یکی از آن دو برابر صفر است. آن دو یعنی چی؟ یعنی یا x برابر صفره یا x به اضافه 2 برابر صفر هستش رفقا. حالا میگه ارزشش درسته، قیاس استثنایی همیشه بر روش درست عمل میکنه و بله ارزشش هم درست هستش. اینجوری می‌نویسیم ارزش درست. تموم شد و رفت. قیاس استثنایی حتما برید تو درس استدلال ریاضی کامل ببینید و یاد بگیرید. سوال نهم یک سوالیه که مربوط میشه به درس استدلال ریاضی که کامل داشتیمش و آخرین درس فصل 1 تونه تو ریاضی 11. میگه دانش آموز با راه حل زیر ادعا میکند که این معادله فقط دارای یه دونه ریشه 7 است. اشتباه او در کدام مرحله است؟ آقا اومده از x فاکتور گرفته، بعد اومده دو طرف رو بر خود x که از x فاکتور گرفته بود تقسیم کرده. خب ما این همچین چیزی داشتیم اصلا؟ نه. چرا نداشتیم توی ریاضی؟ اصلا بذار منطقی بهتون توضیح بدم دیگه. ببینید الان ما نمیدونیم که x چنده، میخوایم پیداش کنیم، درسته؟ بیایم x رو ببریم زیر و همه رو بر x تقسیم کنیم. اوکی، اگر x مساوی صفر بود چی؟ خب ببینید ما هیچی رو هیچ وقت نمیتونیم بر صفر تقسیم کنیم و کسری که مخرجش صفر باشه تعریف نشده است و اصلا قابل حل نیست. شما تو ماشین حسابم بزنی یه چیز عجیب غریبی میاره که آقا یه همچین چیزی اصلا نداریم که چیزی بر صفر تقسیم بشه. پس اشتباهش تو مرحله دومه. مینویسیم آقا مرحله دوم اشتباه داره و اگر خواستید توضیح بدید توی توضیحات اینجوری می‌نویسید که اگر سوال نوشته بود که آقا x نامساوی صفر است، اون موقع چرا؟ اون موقع ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم، ولی اینجا نمیدونیم x ما صفر نیست. آقا اصلا میتونیم با یه همچین چیزی جواب رو به دست بیاریم؟ جوابی که به دست آوردیم درسته یا نه؟ پس اشتباهش تو مرحله دوم و ما دیگه مراحل رو ادامه نمیدیم. سوال 10 1.5 نمره داره و وارد بحث تابع ها شدیم، یعنی از این به بعد امتحانمون از سوالای تابع بهتون سوال میدیم که این چند تا هم سوال از تابع ها حل میکنیم تا خیالمون راحت بشه. با فرض آن که بچه ها اف ما از آ به بی باشه،
یعنی دامنه آ باشه و بی برد باشه، اینم جمله عمومیش باشه 3x2 منهای 1 و اینم جملات آ باشه دیگه، یعنی دامنه منفی رادیکال 3 0 و 1/3 باشه، بردش رو به دست بیارید. خب ما باید چیکار بکنیم؟ ما 3x به توان 2 منهای 1 رو داریم، درسته؟ این آ 3 تا هم جمله داره، اون 3 تا جمله رو وارد میکنیم و به جای x میذاریم تا برد رو به ما بده، چون از آ به بیه. این جمله عمومیه که اگر ما دامنه رو بذاریم برد رو به ما خیلی ساده میده. خب پس ما اینجا اول منفی رادیکال 3 رو به جای x وارد میکنیم که چی میشه؟ میشه 3 ضرب در منفی رادیکال 3 به توان 2 جای x ما الان منفی رادیکال 3 گذاشتیم، نکنید جای فقط جای x، اوکی، و منهای 1 هم شده. خب بریم این رو حل بکنیم دیگه رفقا. اوکی، خب رفقا منفی رادیکال 3 به توان 2 رو من یه کوچولو بهتون توضیح بدم، نه کنید. میگه به توان 2 یعنی یه بار در خودش ضرب بشه دیگه، درسته؟ من میام چی میگم؟ میگم منفی رادیکال 3 ضرب در منفی رادیکال 3. اوکی، منفی در منفی مثبت 3 تا 9 تا مثبت رادیکال 9. رادیکال 9 چنده؟ مثبت چه اصلا کاری داره، میشه 3 دیگه، پس جوابش 3 میشه. خب این کلا میشه جوابش 3. 3 تا 9 تا منهای 1 میشه 8 تا رفقا، درسته؟ پس ما واسه این جمله عدد 8 رو در آوردیم به عنوان برد. خب واسه بعدی 0 به جای x 0 میذاریم، میگیم 0. خب میگیم 3 ضرب در 0 به توان 2 منهای 1. 0 به توان 2 همون 0 میشه، 3 به ضرب در 0 همون 0 میشه، منهای 1 میمونه. جمله دوم شد منهای 1. حالا جمله بعدی 1/3. 1/3 به جای x میذاریم، میگیم 3 ضرب در 1/3 به توان 2 منهای 1. خب اول 1/3 به توان 2 رو به دست میاریم. 1 به توان 2 میشه 1، 3 به توان 2 میشه 9، 3 تا 9 تا 3 یکی 3 تا 3/9 منهای 1 رو ما اینجا داریم دیگه، درسته؟ خب 3/9 منهای 1 رفقا 1 رو میکنیم 9/9 که هم به عنوان عدد 1 شناخته میشه، هم با این مخرج مشترکه. یه 9 به عنوان مخرج میذاریم، منفی 9 مثبت 3 منفی بزرگتر از هم کم میشه منفی 6/9 که بچه‌ها این منفی 6/9 رو ما میتونیم ساده کنیم، میتونیم ساده نکنیم. الان این یک جمله، دو جمله و سه جمله به عنوان چی؟ بردهای ما که میتونیم اینجا بنویسیم برد و بنویسیم 8 منفی 1 و منفی 6/9. به همین سادگی ما بردها رو به دست آوردیم. سوال 11. اگر تابع f ثابت باشد میانگین a, b و c را به دست آورید. نکنید این از a رفته به b و این تابع f رو تشکیل میده، یعنی بخوایم بنویسیم میشه 2 و a به اضافه 1 4 و b منهای 2 و غیره. پس نوع نوشتار ما اینجوریه. وقتی میگه تابع ثابته یعنی مهم نیست دامنه ما چیه، این آی ما چیه، بی من چیه، برد من چیه. برد من هر چی باشه یکیه، یعنی دامنه به من 2 بده بردم میشه مثلا 4، دامنه به من 3 بده باز بردم 4. تمام بردها برابره، یعنی این آی به اضافه 1 و بی منهای 2 10 و 2 سی برابرن. تابع ثابته یعنی بردها برابرن. این قانون تابع ثابته. خب اینجا وقتی 10 رو میبینم یعنی هم آی به اضافه 1 هم بی منهای 2 هم 2 سی میشه 10. از همه اینا رو برابر 10 میکنم. آی به اضافه 1 مساوی 10، بی منهای 2 مساوی 10، 2 سی هم مساوی 10. الان آ، بی و سی رو باید این یک معادله بیام به دستش بیارم. بگم آی به اضافه 1، این به اضافه 1 میره اونور میشه منهای 1 و 10 منهای 1 میشه 9. آ مساوی 9. بی منهای 2 منفی 2 میره اونور میشه مثبت 2. آ 10 به اضافه 2 میشه 12. بی من میشه 12. 2 ضرب در سی مساوی 10 رفقا، درسته؟ اینجا سی باید تنها بمونه، 2 رو میبره زیر 10. 10 تقسیم بر 2 میشه 5 و سی من برابر 5 میشه. تماما همه رو به دست آوردم. حالا میگه میانگین آ، بی و سی رو به دست بیارید. میانگین ایکسی که یه خط روش داره، میگه آ به اضافه بی به اضافه سی تقسیم بر تعداد چند تا؟ 3 تا. خب رفقا اینا رو باید به اضافه هم بکنیم. میگیم 12 به اضافه 5 به اضافه 9 تقسیم بر 3. خیلی ساده. خب 12 و 9 میشه چند؟ میشه 21 با 5 میشه چند رفقا؟ میشه 26 تقسیم بر 3. آیا بخش پذیر؟ نه. پس همون 26 سوم رو به عنوان جواب می نویسیم.
سوال 12 یه نمره داره، میگه اگر تابع یک تابع همانی باشد مقدار B را به دست آورید. تابع همانی یعنی چی؟ برد 6 دامنم باید 6 باشه، دامنه 5 بردم باید 5 باشه، یعنی این باید بشه چی؟ باید بشه 6 و 6، یعنی A6. اگه این تابع همانی باشه پس این چنده؟ این B، اون یکی 5، این 5 اونم باید 5 باشه، میشه 5 و 5. اینم میشه چی؟ 6 و 6. اون نباید 30 باشه، 6 اگه این تابع همانی باشه. پس مقدار B میشه چند؟ میشه 5. خیلی سریع به دستش آوردیم و مفهوم تابع همانی رو متوجه شدید شما. سوال 13 یک سوال مهم و نمره بالا هستش در رابطه با در واقع تابع چند ضابطه‌ای. میگه نمودار تابع مقابل را رسم کرده و دامنه و برده آن را مشخص کنید. ببخشید اینجا من باید fx میذاشتم که فرمولش مشخص بشه. بچه وقتی بخواید نمودار تابع چند ضابطه‌ای رو رسم کنید باید به هر x 2 تا عدد بدید، ولی هر جا x توان 2 داشت 3 تا عدد بدید. پس ما یه جدول رسم کنیم، بالا x پایین y، تماما تو آموزش ها گفتیم. حالا اون 3 تا عددی که من به این میخوام بدم چیه؟ خب میگه x های کوچیکتر از 2. خب خود 2 رو میذاریم، بعد میایم پایین تر، 1 میتونیم بدیم، 0 میتونیم بدیم، هر چی دوست داشتید. ببینید 3 تا عدد دلخواه میدیم، مثلا 0 میدیم و منفی 1 هم میدیم. اینجا واسه دومیش چون در واقع ضابط 6، یعنی هر چی x شد جواب 6 میشه، نیازی به جدول نداریم و یه دونه خط افقی روی 6 باید رسم کنیم. خب بعد x منهای 8 واسه x های بزرگتر از 5 هستش، خود 5 هم شامل میشه. پس من یه دونه باز جدول میکشم، 2 تا عدد میدم دیگه، x هم توان 2 نداره، یه دونه خود 5 رو میدم و بزرگترها 6 رو میدم یه دونه. خب حالا بریم که به دست بیاریم با توجه به اون ضابطه‌ای که دارن. خب میگه x به توان 2 به اضافه 3، 2 به توان 2 میشه چند؟ 4 به اضافه 3 میشه 7. پس اگر x 2 باشه y 7 میگیره. خب x 0 به توان 2 2، جواب همون 3 میشه. منفی 1 به توان 2 مثبت 1 به اضافه 3 4. اینو جوابشو دادیم. حالا پایینی 5 منهای 8، منفی 8 بزرگتره، منفی 3 میگیره. 6 منهای 8 منفی 2 میگیره. خیلی ساده. حالا باید کاری که بکنیم اینه که یه نمودار رسم کنیم، خیلی سریع یه نمودار رسم کنیم به این سادگی رفقا و شروع میکنیم دیگه. 1 بعد 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا بالا میریم. اعدادی که داریم ما 3 5 6 و آخرم 7. اینجا چی؟ اینجا هم میگیم مثلا 2 2 3، این شبیه 3 شد، 2 3 5 7، اینورم منفی 1. اعداد قرار نیست دقیق باشن رفقا، ما فقط میخوایم نشون بدیم همین. اینورم منفی 1 منفی 2 و اینورم منفی 3 واسه عدد آخر. خب حالا بریم که رسمش کنیم. 2 و 7 نگاه کنید، روی x ها 2 روی y ها 7. کدوم نقطه میشه؟ این نقطه میشه. خب بچه ها اینو باید توپر کنیم یا تو خالی. زمانی توپر میکنیم مثلا مثل کجا؟ مثل اینجا. نگاه کنید x بزرگتر از 5 میگه خود 5 هم شامل میشه، خود 5 که نوشتیم علامت بزرگتر مساوی، ولی اینجا چون واسه 2 نداریم خود 2 رو شامل نمیشه، واسه 2 تو خالی میذاریم، ولی واسه 0 و منفی 1 توپر میذاریم. الان میگه 0 و 3، یعنی 0 تو x ها، 3 توی y ها توپر میشه، منفی 1 تو x ها، 4 توی y ها، 4 اینجا میشه و توپرش میکنیم. خب بچه حالا رسم کردنش اینجوریه که شما از اینجا شروع میکنی، چون x توان 2 داره خیلی هلالی طور اینجوری میکشی و میبری بالا. این شد رسم شما واسه اولی. واسه دومی از مثبت 2 تا 5 به طوری که خود 2 توپره، ما میایم روی 6. این 6 درسته از اینجا واسه 2 توپره. خب رسم کنیم تا 5. واسه 5 تو خالیه، چون واسه 5 سمتش از اینا نداره، تو خالیه. این تموم شد، روی خط 6 تموم شد. ولی واسه این 5 و منفی 3، 5 توی x ها، منفی 3 توی چی رفقا؟ y ها. این نقطه اول میشه، نقطه توپره، بله چون علامت داره. نقطه بعدی هم توپره، 6 و منفی 2، 6 تو x ها، منفی 2 توی چی؟ y ها میشه این نقطه.
یه دونه اینجوری ادامه دار میکشیم تمام میشه میره. این چرا ادامه دار نبود؟ چون ثابت بود ولی نمیدونیم تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه. دامنه و بردش چطوریه رفقا؟ دامنش چون هم به سمت راست تا آخر ادامه داره و هم به سمت چپ تا آخر ادامه داره میشه اعداد حقیقی یا آر. و بردش به چه شکل میشه؟ بردش چون از سمت ایگرگ ها از سمت پایین شروع شده و بالا نمیدونیم تا کجا ادامه پیدا میکنه، میگیم آقا ایگرگ بزرگتر مساوی عدد منفی 3. به این سادگی نوشتیم و تمام شد و رفت. سوال 14 میگه مقادیر زیر را با توجه به تابع f به دست بیارید. وقتی نوشته مقادیر f3 f منفی 2 و f0 ما مثلا وقتی میگه f3 باید 3 رو بذاریم جای x تا ببینیم ایگرگش چی میشه، چی به ما میده. یا مثلا f منفی 2 باید جای x منفی 2 بذاریم تا ببینیم به ما چی میده. در واقع آخریش هم مثلا f0 جای x0 میذاریم تا ببینیم چی میده. ولی اینجا چون تابع دو ضابطه‌ایه یا به قولی تابع ما نوعش چند ضابطه‌ایه فرق داره. چه فرقی داره؟ مثلا ما اینجا دو تا فرمول داریم، یه دونه واسه x های بزرگتر از 1 بزرگتر مساوی 1، یه دونه هم واسه x های کوچیکتر از 1 واسه x های بزرگتر از 1. در واقع فرمول داریم واسه x های کوچیکتر از 1 هم یه فرمول. خب 3 جزو x های بزرگتر از 1 مگه نیست؟ پس این فرمول واسش استفاده میکنیم 2x منهای 1 جای x 3 میذاریم میگیم 2 3 تا 6 تا منهای 1 5 تا. پس f3 میشه 5. خب f منفی 2 جزو x های کوچیکتر از 1 هستش، بهش چی میدیم رفقا؟ فرمولش 4، یعنی هر چی شد شما 4 بده بهش. خب ما منفی 4 میگیریم منفی 4. یا مثلا وقتی f0 0 جزو x های کوچیکتر از 1 فرمولش چیه؟ منفی 4، یعنی هر چی شد شما منفی 4 بدید و یک نوع تابع ثابت هستش این ضابطه دومی. به همین سادگی تمام شد و رفت. f منفی 2 شد منفی 4، f0 شد 0 منفی 4 و f3 هم شد 5. به همین سادگی. سوال 15 اگر f یک تابع باشد مقادیر m و n را بنویسید. خب قانون تابع چی بود توی زوجهای مرتب یا کلا تابع ها؟ توی تابع ها ما عضوهای اولمون مثلا اینجوری میگفتیم از a به b. این a به b ها این a ها تو کل تابع نباید یکی باشن. چه زمان میتونه یکی باشن؟ اگر شما یه تابعی رو دیدید مثلا این عضو اول 3 اینم عضو اولش 3 اوکی، زمانی این تابعه که عضوهای دومش هم مساوی باشن. یعنی چی؟ یعنی من 2 و 4 دارم، این بعدیش هم 2 بود، حاجی عضوهای اولشون مساوی شدن. یه وقت بعدیش شد 3 و با این 4 برابر نشد، این دیگه تابع نیست. ولی این میگه تابع هست، یعنی اگر این 2 و 4 این هم باید 2 و 4 باشه که کلا برابر باشن. در غیر این صورت تابع نیست و عضوهای اول نباید مساوی باشن. پس فهمیدیم اگه عضوهای اول مساوی باشن به یک شرطی تابع که عضوهای دوم هم مساوی باشن. پس اینجا داره به ما یه سرنخ میده که m به اضافه 2 مساوی منفی 4، پس میگیم m به اضافه 2 مساوی منفی 4 و با یک معادله میایم و این رو حل میکنیم. مثبت 2 میره اونور میشه منفی 2، اینا میشن منفی 6 و m من برابر چی میشه؟ m مساوی منفی 6 میشه. خب بچه‌ها توی بعدی من m و n به اضافه 7 رو دارم با منفی 6 و 4. خب من m رو به دست آوردم دیگه، منفی 6 می نویسم. خب این منفی 6 شده، عضو بعدیش هم منفی 6ه. مگه نگفتیم باید عضوهای اول با هم فرق کنن و منحصر به فرد باشن؟ چه زمانی میتونن با هم یکی باشن؟ زمانی که عضوهای دومشون هم یکی باشه. یعنی اگر این 4 اینم باید 4 باشه. پس بازم یه سرنخ دوم که n به اضافه 7 هم مساوی 4، مثبت 7 میره اونور میشه منفی 7 و میشه منفی 3، پس n من هم برابر منفی 3 میشه. به همین سادگی با این سرنخ ها جواب رو به دست آوردم.